سلام آرکام، خوش اومدید به این ویدیو. بچه تو این ویدیو میخوایم ببینیم که تو مدارس داره چه اتفاقی میفته. من خودم مدرسه میرم و بچه مدرسه واقعا افتضاحه. مدیرامون دیگه نیستن، یعنی هر کاری میکنیم راحت میکنیم، دیگه مدیر نداریم. بریم واسه دیدن اولین ویدیو. بریم. حاجی ایرانه، این عکس‌ها رو میبینی؟ عکس رهبران میبینی؟ برگم من تعجب معلم نگاه کن اینجوریه. ای وای بچه ما پسرها پر مو هستن، یعنی همه جاشون مو داره، یعنی از اینجا بگیر تا اونجا که الان دیدید. و این اومد الان دیگه اونجا پشکل گوستن میگه. من یه بار اینجوری مو آتیش زدم، حالا چرا، ولی خب بو پشکل گوستن میگیرن، کل مدرسه بو پشکل میگیرن. نظری یک شد دسته نیمی. حاجی تو چشاتو ببندی در 24 انتخاب کنی از نیم بیشتر میره. چجوری نیم گرفتی من نمیفهم. خب این 20 شد دقیقا همینجوری. مثلا بابا چندش یه بار کم بگیر. هممون همین شکلی. بچه این مدرسه ما دقیقا زنی تفریح همین شکلی بود، ببینید. فقط اولی خیلی پشمیزی بود معلم. خیلی بار. بریم در مدارس چه میگذرد. خیلی خوب بود. ببین این ما وقتی معلم نداریم دقیقا همین نوحه رو یکی از بچه‌ها که صداش نازکه میخونه، بعد اینجوری اوج میگیره، بعد ما تبل و دوغال میزنیم داخل مدرسه، رو نیمکت تبل و دوغال میزنیم. خیلی خوب. حاجی کلاس اینا ورزشگاه، کلاس ما ورزشن، همه افسرده و صدا نداره. معلم مگه نداشتی؟ بعد معلم خودش اینجوریه، یعنی نمیدونه باید چیکار کنه دست اینا. بعد جلو معلم نشون میدی. بریم بعدی. این دانشگاه دیگه، چون ماشین آوردن تو. چجوری ماشین آوردن بعد آهنگم گذاشتن. در مدرسه پسرانه چه میگذرد. وجی اینا هم همشون ورزشکارن. وجی what the fuck. ورزشه. اگه این ورزشه که ما بریم ورزش کنیم. اینجوری ورزش میکنم فکر نکن. اون شکلی که دارید میبینید فکر نکنم ورزش بکنن، ورزش داره میبینید. بریم بعدی. آقا بس کپی رایت. دیدیم که از دختران هم همشون دارن میرقصن، اصلا اونجوری ورزش نمیکنن. در مدارس پسرانی چی میگذره. نازنین ناز نکن، در رو کسی باز نکن، نازنین در نکن. دادگاه بود، اون قاضی بود اون بالا. دمتون میگم. قشنگ میتونید راحت برینید تو مدرسه. میگه مدرسه پسرانه تو مازندران این شکلیه. چه شکلیه؟ این شکلیه. ببینیم چه شکلیه. فهمیدی؟ تو بلندگوی مدرسه‌شون آهنگ گذاشتن. کارو کپی رایت. چقدر قشنگ میرقصید. دمتون گرم. من احساس میکنم برقصم زایه از خجالت میکشم. خیلی قشنگ بود، خیلی خوب میریدی تو مدرسه. فکر کنم اینم باید بو بذارم. خیلی خوب تو مدرسه. مثلا این آقا که داشت ورزش میکرد با ورزش داشت دیوار رو سوراخ میکرد.
آقا اگه دوست داشتید بازم از این جور ویدیو ببینید حتما تو کامنت ها بگید، لایک کنید، دوستون دارم تا یه ویدیو دیگه. خدا